گندش در خب دیگه بس دیگه. البته این همش کار من نیست، بیشتر بچه‌های نورپرداز زحمتشو میکشن، رنگای دیگه‌ش هم دارن. به افتخار حسن ریوندی دست بزنید و من خواهش میکنم چون همسر سومش رو تازه از دست داده، خدا رحمت کنه رفتگان شما رو. همتون توجه کنید، این علامت مخصوص ژامبون مرغ. احترام بذار، به من احترام بذار جواد. جواد جونم، ابرو کمونم، چشم سلینی، سوزن قانونم، میخوام بیام در خونتون. نمیخوام آقا. بیا قرار بود مجازشو بخونی وقتی من میام روی صحنه. تو رو میبینم اصلا غیر مجاز میشم. جواد فهمید که دارن دیشای ماهواره رو جمع میکنن، زرتی برید پشت بومشون، رو دیشش نوشت این کولر است. من اعتراف میکنم وقتی کنار حسن ریوندی قرار میگیرم کنارم هستی و اما دلم تنگ میشه هر لحظه، خودت میدونی عادت نیست بابا. خیلی دوست دارم، تو هم مثل منی، انگار مشکل روحی داری. بس دیگه گول نخور، اینا دست میزنن به تو. کنارم هستی و انگار همین نزدیکی هاست دریا، مگه سیبیلاتو وا کردی که موجش اومده اینجا. سازمان ملل اخیراً جوراب‌های سید جواد رو در لیست سلاح‌های کشتار جمعی قرار داده که اصلا جرثومیه در نوع ابناء بشریت. دیگه یواش عزیزان، خواهش. بیا ماشاءالله چه انرژی دارید شما. یه چیزی بنویس. از دست عزیزان چه بگویم، گله‌ای نیست. گر هم گله‌ای هست دگر حوصله‌ای نیست. سرگرم به تو پنجول زدن در همه عمرم، هرچند جز این دست مرا مشغله‌ای نیست. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، فکر نکن یاد تو بودم، کار نداشتم ول میگشتم. آقا برنامه تمومه، خواهش میکنم ولمون کنی. چشم من بیا منو یاری بکن، خونه ها خشکی. خب بس دیگه حسن ریوندی، بیا عزیزان. لب کارون آقا عزیز و ویلاوی های دوست دارم خیلی خوبه. خب این نامرد روزگار نگذاشت که من جوابشو بدم، چون میدونست همون آهنگی رو خوندم. خیلی خوب خیلی خوب. اخراجی های 3 خوندی تو، ولی جدی اشتباه کردی اینو نگرفتی و من یه پول کچلوار گذاشتم براتون. جواد برنده جایزه نوبل شد یه سال، همونطور که اصغر فرهادی کارگردان بسیار خوب، به افتخارش دست بزنید. جایزه اسکول رو اسکار رو گرفت به خاطر ساختن فیلم جدایی نادر از باقر که این فیلم بسیار تکان دهنده بود، خیلی تاثیرگذار بود. سرنوشت زندگی جواد. خب تمومه دیگه، اجازه میدی ما خدا. جواد قبل از اینکه هنرمند بابا بشه، خجالت قبل از اینکه مجری بشه دزد بود. یه شب رفت دزدی توی خونه، یه زن تنها تو اون خونه زندگی میکرد. اونقدر اون زن ترسیده بود،
اون موقع ریشاش اینجوری بود، هپری بود. برگشت به جواد گفت آقای محترم تو رو خدا با من کاری نداشته بود، بیا این طلاها و پولا مال تو. جواد گفت برو خودتو به اون رو نزن، بگو نون خشکا کجاست. اینقدر باحال این جواد بعد دوستش داشت. دست بزن به افتخار. خب واقعا دیگه فرصتی متاسفانه نداریم، بس دیگه بخونی میذارم که دارم. عرض کنم که این قسمتشو ندیدید شما، حواستون نبود، ولی واقعا فرصتی نداریم. من خیلی خودم آماده کردم که حالشو جا بیارم ولی نشدی، خودش میدونه. ادامه بدم؟ نه باور کنید غذاتون زنجیر منو پشت کو. چیکار کردی بعدش؟ پشت کو میرن اون کارا رو میکنن؟ خجالت بکش. مگه خونتون دستشویی نداره؟ به افتخار حسن رگانی دیدم توی رودخونه. خیلی متشکرم. جواد هستم. تو همین رودخونه پشم داشت با کت شلوار شنا میکرد. گفتم این چه کاریه؟ چرا با کت شلوار شنا میکنی؟ گفت نه من دارم لباسامو میشورم. گفتم مگه تو خونه ماشین لباسشویی ندارید؟ گفت نه اون تو سرم گیج میره. ببین کیه چیکار میکنه؟ بی‌نصیب.